افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام شیرینکانی بیبی. انا باز وقتی افسانه خانی رسید. انتظارت؟ امشب من به شما از کتاب افسانه های خلق تاجیک افسانه عجایب و غرایب 4 شرط مهمانداری را خوانده می دهم. اینک افسانه 4 شرط مهمانداری. بود نبود مردی بود، مهمان دوست بود و جوره باز. باره یک دوستی خود را به مهمانی دعوت کرد. مردی عاقل، انسانی خردمند بود آن دوستش. الحال نمیتوانم، کارم از حد زیاد، گفت آن دوستش. مردی مهمان دوست قبول نکرد. نه نگو، گفت او، من به صحبتت پزمان شدم. تو مردی عاقلی، میدانی که این دنیا دنیای گذرا، فرصت شمار صحبت در این 2 روزه دنیا، چون بگذریم دیگر به هم نتوان رسیدن، گفته است شاعر. کی میداند فردا کی هست و کی نیست؟ من راضی، گفت دوستی عاقلش. ولی ای دوست، باید بدانی که مهمانی 4 شرط دارد و رعایت این 4 شرط هم فرض است و هم سنت. اولا کار بکن که دل مهمان نیازارد. دوم با او چیز پیشکش نکن که مثل زهر پر ضرر باشد. سوم کار نکن که مهمان خود را چون در زندان حس کند. 4 چیز پیشکش نکن که باعث اضطراب مهمان شود. مردی مهمان دوست این گپ‌ها را شنویده تعجب کرد و گفت من احمق نیستم که دل مهمان را بیازارم یا از من به او ضرری برسد. من به همه شرط‌هایت راضی دوستم. مرد عاقل پس از شنیدن این سخنان بگاهی آمده دروازه دوستش را تق تق زد. دروازه گشاده شد. دوستش مهمانش را کودک گریان در دست پیشواز گرفت. پسرچه در روی حولی افتاده کتفش ضرب خورده است و به این سبب تمام آوازش را سر داده گریه میکرد. انا شرط اول را ویران کردی، گفت مهمان به صاحب خانه. چی خیل؟ تعجب کرده پرسید میزبان. گریه کودک بیگناه دلخراش است. زیاده از این او غلیده افلاس شده است. او را در همین حال به دست گرفته جامه خود را آلاندی، گفت مهمان. تو باشی کودک گریان در دست با جامه افلاس مرا پیشواز گرفته که این برایم ناگوار بود. میزبان عذر گفته مهمان را به خانه تکلیف کرد. دسترخوان انداختند. چی چیزهای برای دسترخوان نگذاشتند؟ فطیری روغنین و اگرای بقتیق، پلوی سرگوشت و منتوی نازنین، انگور و تربوز و مغز و مویز. میزبان به اصرار میکرد که مهمان اگر خوشنودی صاحب خانه را خواهد باید نگاه کردن نشیند، از اینش خورد و از آنش خورد. افسوس که شرط دوم هم ویران شد، گفت مهمان. چی خیل؟ باز حیران شده پرسید میزبان.
تو مهمان عزیزی من، میخواهم که از این خوردنی های با لذت هرچی زیادتر بهره گیری و حلاوت بری. اوه دوستی عزیز، گفت مهمان، خوراک را کمش درمان است و زیادش زهر. کسی خواهد که کسی دیگر زیاد خوراک خورد، به او نیکی نمیخواهد. مگر قصه زنی را نشنیده که فقط به واسطه خوراک دو شوهرش را به زیر خاک فرستاده است؟ یک زنی بوده است، نقل کرد مهمان، بغایت نازنین. شوهرش مردی جاهلی بدگیر و بدمعامله بوده است. نمیدانسته است که از این مرد بیرحم چطور خلاص شود. یک روز تدبیر به خاطرش رسیده است. طعام‌های یکی از دیگری لذیذتر پخته روی دسترخوان را پر کرده با صد ناز و عشوه از شوهرش خواهش میکرده است که از اینش خورد و از آنش خورد. من چقدر حوصله کرده و زحمت کشیده این طعام‌ها را پختم، میگفته است به شوهرش. اگر من برایتان عزیز باشم کلان کلان خورید. شوهرش میخورده است و میخورده است. اشکم مانده است، فربه شده رفته است، به زور از جایش می جنبیده است. یک روز دلش که روغن زیر کرده است پقی کفیده است و مرده مانده است. زنی زیبا بوده است، زود طلبگار پیدا شده است، لیکن فعل و خوی این شوهرش از شوهر اولش هم بدتر بوده است. زن با همین تدبیر از این شوهر هم خلاص شده است. طعام را چه خیلی که بزرگان گذشته گفتند، در اندکش منفعت زیاد است و در زیادش مضرت. میزبان باز از مهمانش عذر خواست. مهمان با او منتداری اظهار کرده رفتنی شد. میزبان نمیخواست که او برود. آمدن با ارادت، رفتن با اجازت، گفت او. من از دیدار و گفتار تو هنوز سیر نشدم و گفتنی های زیادی برایت دارم. تا پگاه مهمان من میشوی. انا شرط سیوم را هم ویران کردی، گفت مهمان. برفتنی مهمان مانع شدن چنین معنا دارد که میخواهی او را خلاف خواهشش در زندان نگاه داری. این شرط سیوم مهمانداری است. این را فراموش نکن و هرگاه که مهمان دعوت میکنی کوشش کن که آن سه شرط رعایت شود. با وجود این خوجین مهمان را اجازت رفتن نداد. فرمود که برایش جاگهی بلند اندازند. از کرپه های بخمل و دوخاب و شاهی جاگه آماده ساختند. مهمان از خوجین پرسید: دوستم، بگو که پیش از من این کرپه ها را به تگ کی برتافته بودند؟ ها، گفت خوجین، به تگ مهمانانی به مثل تو عزیز و محترم. البته بی روی جا و روی پوش، اظهار کرد مهمان. کرپه ها نه پنم، روی جا و روی پوش چه لازم؟ با تعجب تاکید کرد خوجین. آره، اگر مهمان با یگان بیماری گذرنده گرفتار باشد چی؟ تو دوستم همه 4 شرط را ویران کردی. هرگاه که مهمان دعوت کردی این را از خاطر نبرار. انا همین بود اصلکانی بیبی افسانه 4 شرط مهمانداری. شما هم این 4 شرط مهمانداری را فراموش نکنید. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خواب شیرین
میبرد.